breadwinners in Afghanistan. This week our program is about Bibi Shireen. She lives with her family in a small house she has started to build with her income. She's like any other woman in the world, a loving mother, hardworking and caring person. نام ما جبین است. دختر بیبی شیرین هستم. زن مرد فرق نداره، باید آوردی شکار کنه. خب در وقت کار جدی، در وقتی که بیرون از کار است، خب مادرم دیگه شوخی. خود دیگه خانه هست شوخی میکنه. پیشروی خود ما بریش میکنه، میگه اینی رقمی انت بریش کنه، نه قطی کم میبره، این قم مصرف تار میبره، ببرین در بازار عرضه کنه. قالین سنتر مون در خانه می کار بار شروع کردم، دختر آشتکاری در پالیم جمع کردم، قالین کار کردیم. مدت 4 سال در پاکستان بودیم که با می قالین با فیلم پیش بود، باز پاکستان در رژیم کرزایی که پوچگی گرفت، ما آمدیم کابل. ما که گرفتم مثلا اول 19000 برای ما که 2 نفر گرفتیم، باز تاویلی با ما 1000 می آمد. ما نه تاویلی بسیار خوب دادم و فعلا با بانک بسیار کردم همکاری میکنن، همیشه میان خبر مرا میگیرن تا میال تا 2 لک 3 لک که من قرضه بگیرم برای ما میتن. من به این پول یعنی خیلی وضع ما خراب بود، اول که اومدم من به این پول قرضه تانستم که امی خانه خود جور کردم. کورس دیزاین خواندم که مشق رنگ آمیزی و دیزاین برای من یاد دادن، باز خودم که خوب آماده کار شدم. بعد از اون دیگه زیاد خریداری کردم، ماشین تقریبا 20-25 تا ماشین خریدم. باز به مدت 4 ماه یک پروژه را گرفتم این که تقریبا 60-70 سال خانم من اینجا ماهی $20 ماش برشون یک مثل یک کرایه آره میدادم. اونم از ماش خود یعنی از طریق رفتن ماش نداشتن شاگردان. این کارش خوشم آمده. اول که بود بسیار دیگه ما زندگی چی داشتیم. خب از دوستای خود پایین بودیم نداشتیم. وقتی ما جانبی کار شروع کرد زندگی ما خوب شد. مادرم جایی که میرم نمایشگاه میرش کنجا میرم یکم که مشکلات خونجا بدون سواد نمیشنی برام کارش میکنم. شیشه دوزی است، خنجر دوزی است، دیگه اوک است، خمک است. امرای مادرم کار میکنم در صنایع دستی در افغانستان. دیگه اینجا که دست پیشی میکنم، مالش رو برد آورد میکنم نمایشگاه و همین چیزا کاری میکنم.